سلام علیکم بچه‌ها. این درس دوم است. اویدی برنامه مایکروسافت پاورپوینت. خب چطور که می‌بینید در درس دوم ما یک چند اصول‌های نوی که در بندی وستگلاونه گذاشته شده با اینها ما با شما صحبت میکنیم. خب قسمی بالای خط بفر من همون گذاشتن و بریدن و پاک کردن و دیگر است. خب قسمی سلاید در اینجا گذاشتن همین سلاید های نو چگونه که با ما محفوظ است ایلوه کردن، یعنی صفحه های نو ایلوه کردن گویم تست فهمتر می شود. مکت هم همون است. خب سبراسی با قید یعنی تغییر دادن است. خب رازدل خیلی با یک چند گروه جدا کردن. خب در اینجا میگذاریم با شریفتی. شریفت ها چخیل میگدینید در وورد دیگه خیلی بود، در اکسل دیگه خیلی بود. خب در اینجا یعنی قسم های ایلواگی که یک چند تایی پیدا شدن در برای اونها ما با شما صحبت میکنیم. اگر در اینجا اهمیت بده باشد اس پیدا شده است. اس چیست؟ اس را ما این خیلی میفهمونیم، همه این رو ما انتخاب میکنیم، من همین توماچه های اس پخش میکنیم. حالا که شما برنامه خط کار کرده استفاده شد میبینید که در همین پشت حرف ها سایه پیدا شد، یعنی بگیم تن با زبانی روسی سایه پیدا می شود و این رو پخش کنیم سایه گم می شود. ABS چیست؟ ABS برای خط زدن همین نویستگی خود را همین در بین اونها یا خط می کشد، یعنی این گپی ما که خط زده است و اینش باشد اینتروال بین حرف بوده چخل که در نتیجه میبینید چخل شد. اینش کمتر واضح‌تر، اینش باشد کمتر کشادتر، اینش باشد باز کلانتر، اینش باشد باز کلانتر و دیگر واریانت ها. اگر ما در این مونیمو یکی گروه با این گذاریم حالا که شما نتیجه میبینید چند قدر فرقیت دارد. خب یک توماچه دیگر که ای خط زده اگر ما رو پخش کنیم همه فرمت هایی که دارد گم میشود، یعنی تایمز نوی رومانی این گم شد، رزمری این گم شد و دیگر دیگر. من این رو باز با اولا برمیگردونم. خب اگر خطا نکنم 138 بود و اینجا میمونیم میگذاریم با دیگر ساحه ها. خب این توماچه هایی که در دیگر ها نشان دادیم همون هاست. خب ترتیب رقم و نومراتسی و دیگر ها. خب اینها برای همون جایی که گفتیم برای همون است. کلونکه ها برای یک ریاده، دو ریاده، سه ریاده نویساندن است. خب ابزاسته بینی یعنی خط ها چند قدر ابزاست مونده می شود. اینش طرز نوشتی حرف ها در اینجا بسیار نمی کنید، این جا با جا شیده می توانم و هر اصلی که می خواهم. در وارد اینها دیگر خیل مونده می شد، در این باشد دیگر خیل. خب برای نوشتن در قسمت بالای پایانی و دیگر جای ها. خب این باشد برای گذاشتنی خب علامت های گرافیکی که در اینجا هست. اینها را در یگان مثال های کانکریتی در درس های آینده میفهمونیم با خیلی خوبتر و بهتر میشود و فهموندن اینها با شما خیلی زود میشود، یعنی گذاشتن دیاگرام هم گویم یگان گرافیک هم گویم میشود. گذاشتن این متن یعنی نوشتجاتیات به گذاشتن خط و دیگر برای اشارت کنید که در اینجا اینها بسیار هستند. خب با ترتیب ضروری با اصول های گوناگون استیل اکسپرس که تماما با اصول های گوناگون دیگر در اینجا زیر با ما نشان داده می شود. خب در درس های پیش گفته بودیم و فکرم درباره اینها دیگر خب تکرار نمیکنیم اینها را و در این قسمت بالایی را میبینید برای گفتگو، برای یافتن و دیگر چیزها. ما اکنون با شما میگذاریم با سلایدی نوبتی که سلایدی نوبتی رو ما باز سازد سلاید رو پخش میکنیم. از اینجا سلاید پستوی سلاید رو انتخاب میکنیم. برای چی سلاید خالی؟ برای اینکه ما اینو هم با تعبیر خودمون ایلوه کنیم. خب تکستورا کانتر کلانتر کنیم. در اینجا رسمای خوب هسته
اینجا رو پخش میکنیم. چقدر میبینید وضعیت ممکن اینها در ورد دیده باشید ماهیچه های دیگر رو. خب دیگر قسم ها که من بسیارتر از اینها استفاده میبرم در ساختن سلاید ها، شکلی درخت نمود و دیگر و دیگر. خب این خیلی میگیریم شکلات رنگ بگیم. خب با من بسیارتر همه ایلش وزیرش دهن همین رو نه اینش هم نشید در اینجا خوب نشون میده، در اینجا این هم ناشید کدام به انتخاب کنیم. من همین رو میمونیم. خب برای ساختن با ما یکان فیگورا میمونیم. در اینجا مثال ما میخوایم یکان چه نوشته جود میمونیم. نوشته جود رو کمتر کلانتر میکنیم. در بین این ما مینویسیم. خب مثال چی نویسیم؟ سرشوی درسی، سرشوی درسی پاورپوینت. چقدر میبینید در اینجا نمیتواد ما رو انتخاب میکنیم، رنگ رو تغییر میدهیم. خب برای این رو حرف رو کلان میکنیم. همین رو انتخاب کردن با گلاونه وارد میشویم. تایمز نیرومان چند قدری باشد کلانتر میکنیم که با چشم عیان گردد. خب برای همین این رو گرفته باز در پایین میمونیم. خب من همین گونه انتخاب کرده اینها رو ما رنگ ها رو میتونیم که دیگرگون سازیم. یکون رنگی رو انتخاب کنیم که در بین اینها ساز دوبار. ما رنگی زرد در اینجا ساز میتواد همین رو انتخاب میکنیم. این قسمت همون در کور نیست نابود میکنیم. خب سرشوی درسی پاورپوینت من اکنون میگذاریم با قسمی وستافکا. قسمی وستافکا با ما چی امکانیت میدهد؟ امکانیت هایی که قسمت وستافکا خب این امکانیت های قسمی وستافکای برنامه پاورپوینت با ما اجازه میدهد. ساختن سلاید، خب گذاشتن جدول، گذاشتن رسم، خب از اینترنت رسم گرفتن، فوتو آلبوم. خب نظر به فوتو آلبوم های دیگری که در اینجا بود اینها خیلی گوناگونند. خب گذاشتن فیگوره ها. خب برای گذاشتن خب سماردار دیاگرام، خب مگزین موین ندستریکی قسم های لوگی که باز در این رو استفاده برده می شوند. برای همین پرسیل که دست و پریمیچنی گذاشتن یکون آگاهی بگیم. خب گذاشتن متن یادنی کلان تیتول چقدر که در ورد مانده می شود یعنی که ورد آرتی عادی که در آنجا استفاده می بردیم. خب تاریخ روز دیگراش دباولن همین سلاید یعنی رقم گذاری سلاید ابیکت یکون ابیکتی که داکومنت یا دیگر فایل ها هست. خب همین گونه گذاشتن فرمولا ها در اینجا باید سیمبول ها. خب در اینجا ویدیو یکی از امکانیت های ایلوگی که در این برنامه با ما داده می شود. حتی ما در پاورپوینت میتونیم ویدیو مونیم، ویدیو از کامپیوتر یا اینکه ویدیو از اینترنت. دیگر امکانیت این زوک است که در هر یک سلاید ما گذاشت سلاید ما و دیگر ها ما با آواز مانده میتونیم. خب زاپیس اکران یکی از اصول های دیگر که همین برنامه خودش میتواند در اکران چی واقعی که روی میدهد آنها را ثبت کند یعنی زاپیس کند در خود جا کند. این درس دویم ها درباره اکسل و شناسایی با بند گلاونه و وستافکا. در درس های آینده باز درباره دیگر قسمت های همین برنامه ما با شما سخن میکنیم و
сар мекунем ба сохтани ягон намоиш бо шумо буд, чун ҳар вақта ҳамин мешунед ки дарсҳои дигар сарбаланду хонобод бошед.